اگر در خانه تاجی تمامی چیز ناچیز بود و هر گهواره حافظ بود یا دیوان حافظ بود، همان پیرگی از پیراه ها تا عرصه دنیا، سی منزل ها به منزل ها گشاده راه از دل ها. شاید من از گهواره گرفتار شعر حافظ بودم. از این است که من به مثل حافظ زندگی، عشق و خوبان را دوست می دارم و کوشش می کنم که آنها را ستایش کنم. ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دلی رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزی 100 مدرس شد. به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا فدای آرز نسرین و چشم نرگس شد. طرب سرای محبت کنون شود معمور، که طاق ابروی یاری منش مهندس شد. کرشمه تو شرابی به عارفان پیمود، که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. چو زر عزیز وجود است نظم من، آره قبول دولتیان کیمیای این میز شد. ز راه میکده یاران اینان بگردانید، چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد.